الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزيز أهل السنة والجماعة، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 16 از شرح و تفسیر و بیان رکنهای ایمان است و ما تا به حال در بیان و شرح رکن اول هستیم که این آمنت بالله است. آمنت بالله چندین مراتبه تکرار کردیم و باز تکرار میکنیم و این منهج اهل سنت است که یک مسئله مهم و ضروری گشته و برگشته و تکرار کرده شد. آمنت بالله یعنی اقرار نمودم و تصدیق کردم وجود الله را، یگانگی الله را که یگانه عبادت کرده میشه، توحید ربوبیت و الوهیت و اسما و صفاتش را و توحید حکم را. و حالا باشد تا امروز یک چند حلقه است که ما صفاتهای الله را داریم می آموزیم. برای چی؟ بارک الله فیکم. مسئله همین جاست که تو نه آموزید، تو در درس ها نشینید، تو نخونید، تو گوش نکنید، شما هرگز خبر نمیابید، خبردار نمیشوید. وقتی که خبردار نشدید ایمان آورده نمیتوانید. بهترین ایمان حقیقی و صحیح در اساس خبر است، در اساس علم است. یعنی خبرهایی که الله به شما داد علم است و همه باید آموزید و به همون ایمان بیاورید. اما نفهمیده و ندانسته ایمان آوردن ناممکن است. در همین اساس ما میآموزیم. ما به یک چیزی ایمان بیاوریم که شیخ الاسلام در کتاب اصول الایمان بیان میکنه. حالا ما کتاب اصول الایمان رو شرح داده استیم. کتاب اصول الایمان شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله میگن که رحمت الله عز وجل لمن فی قلبه رحمه. رحمت الله عز وجل به کسانی که در قلبشون رحم دارند. ببینید هر کسی که رحم در قلبش دارد الله او را رحمت میکند. خوب دقت بدید. حدیثی صحیح در این باب ذکر کردن. امام بخاری و مسلم روایت میکنند. امام بخاری با رقم 3321، امام مسلم با رقم 2245 و لفظی که حالا میخونیم لفظ امام مسلم است. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت موقها فغفر لها. يعني البته یک زن بغیه میگن، یعنی یک زنی که دیگر لفظو دلالت میکرد که یک زنی که خیلی زنی گناهگار بود، زنی که گناه داشت اما اصل ایمان رو داشت، زنی که مؤمنه مسلمه لیکن گناهگار. این قصه از قصه های گذشته، قوم گذشته، امت های گذشته. یک زنی مؤمنه از قوم گذشته که خیلی کمبودی ها داشت، گناه داشت. روز میرفت در صحرا که سگی را دید. روزی گرم است، خیلی هم روزی گرمی هست. سگی را دید که در گرد چاهه که در همه جا آب است، چاه میگن، بئر، چاه، در گرد چاه دور میزند. یعنی سگ خیلی هم تشنه، هوا تصفان است. این زن در همین حالت دید که سگ زبانش را برآورده و در یک حالت وزنینی قرار دارد، خیلی تشنه است. این زن فنزعت موقعها فغفر لها، به همین سگ آب را از درون چاه برآورد و داد
و به سبب همین الله ای را رحمت کرد و بخشیده شد. یعنی به سبب یک مهربانی بگیم یا یک رحمت در حق سگ، این زن یک رحمت رو در حق سگ انجام داد، الله این زن رو بخشید. الله اکبر. بله، هر وقتی که یک انسان رحمت در قلبش داشته باشد و گناه های زیاد داشته باشد، مؤمن و موحد باشد، الله به سبب همین رحمتش، یعنی به سبب اینکه بنده رحم دارد، بنده مهربان است، بسیار گناه های انسان بخشیده میشد. به حیوان رحمت کردی، تو مسلمانی رحمگین هستی، به حیوان رحمت کردی، الله تو را میبخشد. سگ تشنه رو دیدی، حیوان تشنه رو دیدی، حیوان ضربه خورده رو دیدی، کمی رحمت آمد و خواستی که کمک بکنی به این حیوان، در این حالت الله تو رو رحم میکند. الله خودش رحم کننده هست و رحم کنندگان رو دوست می‌دارد. خیلی که در حدیث است که ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کنید همون چیزایی که در زمین است به اونها رحم داشته باشید، الله در آسمان به شما رحم میکند. اللهی که در آسمان است به شما رحم میکند. پس ببینید این دلالت میکرد که الله دوست می‌دارد کسانی که رحمت دارند، مهربانی دارند. غلیظ نباشید. انسان‌های غلیظ کردن به یک گربه سبب دوزخ در آمدنش می‌شود. حدیثی است امام بخاری با رقم 3318 و امام مسلم با رقم 2242 روایت میکنند از حدیث ابو هریره رضی الله عنه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض. یعنی یک زن مؤمنه بود، مسلمه بود، موحده بود، زنی صالحه بود، زنی عبادتکار بود، زنی خوب بود، اما داخل دوزخ شد به سبب یک گناه کبیره کرد. البته داخل شدن به دوزخ این ابدی نیست، یعنی به سبب همین گناه، سبب گناه که داخل شد به دوزخ، اما عاقبتش باز به جنت است. اما دوزخ هم داخل شدنش خودش وزمین است. چقدر وقت است والله اعلم، به چقدر مدت داخل دوزخ شد. به سبب چی داخل دوزخ شد این زنی صالحه؟ به سبب یک گربه را بست، یا بگید به قفس انداخت، بست، محکم کرد و به او طعام نداد، آب هم نداد، طعام هم نداد، گرسنه و تشنه نگاه داشت. و این چنین گربه را اجازت نداد که، یعنی سرد نداد، باز نکرد که گربه خودش براید در حشاش الارض، از همون زمین خلق کرده چیزایی که در زمین است خودش بخورد، زنده بماند و زندگی کند. نه، این چنین هم نکرد. به سبب عذاب دادن یک گربه، به سبب رحم نکردن در بالای یک گربه، الله سبحانه و تعالی یک مسلمه رو، یک موحده رو به سبب گناه کبیرش که بیرحمی بود، سختی قلب بود، به دوزخ داخل کرد. الله المستعان. پس این چی را دلالت میکرد؟ این دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی رحم میکند به رحم کنندگان. الله مهربان است
به کسانی که مهربانی دارند در حق دیگران. حتی به حیوان انسان باید مهربانی داشته باشد. پس این دلالت به چی میکند؟ احسان و نیکی کردن چی برسد به انسان حتی به حیوان، این سبب میشود که الله به تو احسان بکند. چگونه که این حدیث گفتیم و هیچ وقت فراموش نکنید. برای همین امروزه بسیار مشکلی هایی که در خانواده های هست که میگن که آمنت بالله، میگن ایمان آوردیم به الله میگن، لیکن عروسی نو به خانهشون آمده رو حتی مثل یک گربه احترام نمیکنند. مثل یک گربه احترام نمیکنند، اذیت میدهند. پس همین آمنت بالله که اگر حقیقی باشد خانواده شما را گل شکفان میکند، خانواده شما را امن و امان و زیبایی و خوشبختی میدهد. اگر همین آمنت بالله شما حقیقی باشد، آمنت بالله خوشدامن مادر داماد، آمنت بالله عروس کلینی که نو به خانه شوهرش رسید، اگر اینها در حقیقت آمنت بالله داشته باشند، هرگز کشمکش و این صحبت های بد و غلیظ و بیرحمی به هم دیگر نمیکنند. مشکلی جامعه در اساس ایمان نداشتن به وجود میاد و مشکلی خانوادگی هم در اساس ایمان نداشتن به وجود میاد. چقدر ایمان تو قوی شد به الله سبحانه و تعالی، انا همون قدر از مشکلی ها دور، در امن، در امان، در زیبایی، در سعادتمندی زندگی میکنی. چقدر عالم شدی در حق الله، همون قدر از الله میترسی. اما چقدر از الله دور باشی، چقدر جاهل در حق الله باشی، انا همون قدر زندگیت برای تو تنگ است، وزنین است و مشقت دارد. زیرا که کسی که آمنت بالله میگوید و در حقیقت ایمان آورده است به الله، این انسانی است که قلبش رحم دارد، به دیگران رحم میکند، مهربان است، غلیظ نیست. و الله هم این چنین انسان ها را مهربانی میکند. غلیظ نبودن دین ما را، شریعت ما را، پیامبر ما را، شما سیرشان را نظر بکنید. وقتی که کسی شتر را سخت زد نهی کردند از زدن شتر، از ظلم کردن به شتر. چقدر کفار بود که می توانستند که هر کاری بکنند، نکردند. در همه جنگ هایی که در بین مسلمان و غیر مسلمان شد، کشتن زنها، کودکها، پیرانسالها حرام است. هرگز بریدن جسم کسی، بینیش، گوشش، چشمش حرام است. بیرحمی. حتی در ذبح کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ذبح را الله اجازه داده است، حیوان را ذبح میکنید، اما برحمانه. فلیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته گفتند ای قصاب هایی که ذبح میکنید، گفتند کرد سخت تیز کنید، کرد کنکتی نبرید، این بیرحمی است. و بعد از این در حالت ذبح کردن حیوان در حالت مریح پایهاش بستن و کشاده برید. پای حیوان رو بستن یک باز بیرحمی به حیوان است گفتن، یعنی به همین معنی. جانب رحم یکی از جانب هایی است که بعد از ایمان به وجود میاد. بارک الله فیکم. پس اگر یک انسان به خاطر رحم کردن به سگ بخشیده شود، رحم کردن به امروزه کودک هایی که خوردنی ندارد، پوشیدنی ندارد، هوای سردی آمده ایستاده است، در حالت سردی فرزندی مسلمان ها است، اگر کسی به اینها رحم کند چگونه اجر دارد، چگونه
تصدیق آمنت بالله دارد. آمنت بالله میگویی راحت استی، دیگر فرزندهای مسلمان در حالتی از سردی لااقل به پایش یک پای افزال ندارد. از همه این چیز باخبر با خوب داری. پیامبر گفتند فی کل کبد رطب اجر، در هر یک حیوانی که شما به او آب میدهید یا نگاه میکنید اجر میگیرید. نیکی که خوبی که این عموم است، عموم است. این دلالت به مسلمان و غیر مسلمان میکند. یعنی کافرهای هست که اگر اهل حرب نباشد، کافرهای اهل حرب نباشد و ذمی باشد، کافرهایی که از اهل حرب، جمله اهل حرب نباشد و اهل ذمه باشد یا معاهد باشد یا کسایی که در دارالحرب باشد، هم پیران سالهایی که ملایمی داشته باشد، اگر در حالتهای ضروری به اونها هم نیکی کنید باکی ندارد. یعنی رحمت شما، قلب شما به حال او غمگین شود که چگونه مثلا در حالت است، اگر توانید که کمک کرده مثال همچون حالت ها شدنش ممکن است. این دین ما همین است، دین رحمت است، دین مهربانی است در حقیقت. اما معنای مهربانی این نیست که شما آمنت بالله را ترک کنید. سخن ما آمنت بالله که ما میگیم و آمنت بالله که جهمی ها میگد فرق دارد، یا خوارج ها میگد فرق دارد. خوارج ها میگد آمنت بالله بگو و دیگر به هیچ کسی احترام نکن، دیگر نه به حیوان نه به انسان رحم نداشته باش، چیزی میخواهی بکن. و از همین جهت خوارج ها به مسلمان ها رحم ندارند. در طول تاریخ خوارج ها فقط کل مسلمان فقط ریزوندند. از روزی که از حضرت علی رضی الله عنه به وجود آمد، در زمان حضرت علی به وجود آمد، حضرت علی را قتل کردند و گفتند تقربا الی الله. رحم ندارند، نه به بالای مسلمان، نه به زن مسلمان، نه به کودک مسلمان، غلیظند. و از طرف دیگر جهمی ها برآمدند و گفتند که دین ما آداب است، دین ما مهربانی است، دین ما رحمت است، ما ایمان به الله آوردیم، آمنت بالله، کسی که آداب ندارد بیدین است، کافر است گفتند. اما آمنت بالله گفته این جهمی ها، این صوفی اشعری ماتریدی عازری ها حزبی ها، آمنت بالله گفته وجود الله، توحید ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات، توحید حکم رو در نظر ندارند. آمنت بالله اینها فقط آداب و اخلاق. آمنت بالله که اینا گفتند معناش همین که هم به مسلمان و به غیر مسلمان کفار آداب داشته باش. فقط موالات رو ذکر کردند، براءت رو ذکر نکردند. پس برادر عزیز، انا همین گمراهی اینها است، بلکه اصل دین ما دین مهربانی است. آمنت بالله که گفتی، هر انسان مسلمان شده و هر انسان موحد قلبش ملایم است، قلبی کفار دیده قلب موحد ملایم است، نور در قلب موحد است، رحمت در قلب موحد است. اما معنای این سخنی نیست که تو براءت را ترک کنی، تو کفر بالطاغوت را ترک کنی، تو تکفیری که در دین الله رسول آمده است ترک بکنی. انا اینجا این مسئله را خوب دقت بدهید، زیرا که امروز اهل بدعت همین دو چیز جمع کردن را نمیتوانند یا نمیخواهند، و وقتی که ما جمع میکنیم اینها دیوانه میشوند، حیران میشوند که چگونه شما میگویید که دین اسلام رحمت است و بعد از این درباره کفر بالطاغوت صحبت میکنید، الولا و البرا. بله، همین براءتی که ما به مشرکین میکنیم همین رحمت است در بالای اونها، سبب دعوت اونها میشود. و این رحمت هم حد و حدود خودش رو دارد، حد و حدودی خودش رو دارد که ما گفتیم که محارب و غیر محارب فرق رو دارد. بارک الله فیکم. از همین جهت به این باید ایمان بیاریم که رحم داشته باشی الله تو را رحم میکند. و بسیار انسان ها شاید هدایت مییابند به سبب اینکه انسان های رحمگین هستند، انسان های مهربان هستند، غلیظ نیستند. بعضی از کافرهایی که مسلمان حقیقی شده است
نظر بکن پیش از اسلام هم صفتهای خوب دارد. همون صفتهای خوبش سبب می شود که آیسته آیسته به طرف حق می آید. این یک مسئله بود. مسئله دیگر بارک الله فیکم، وقتی که میگوی که آمنت بالله باید اثبات بکنی همون صفتی رو که الله و رسولش اثبات کرده. البته پیش از اثبات کردن صفت ما درباره مهربانی باید بگیم که پس اگر یک انسان به سببی به سگ رحم کردن و به سگ تشنه آب دادن بخشیده شده باشد و یک انسان به گربه بیرحمی کرده، یک مسلمان به گربه بیرحمی کرده سبب دوزخ در آمدن شده باشد، پس احترام یک موحد چقدر بلند است؟ احترام یک برادر و یک خواهر مسلمان چقدر بلند است؟ اگر ظلم در بالای یک برادر و خواهرت کردی چقدر گناهی بزرگ است. مرحمت قیاس بکن. گربه را به موحد قیاس کن. گربه را طعام نداد، نگه داشت، در ظلم کرد، رحمت نکرد، جهنمی شد. اگر به یک مسلمان کنه چی؟ سبحان الله، خون مسلمان، ریختن خون مسلمان در نزد الله سخت‌تر از کوچانیدن خانه کعبه است. یعنی خانه کعبه کوچانده شود، یک خون مسلمان ریزانده شود، کدامش وزن‌تر است در نزد الله؟ خون مسلمان ناحق ریزانیده شود، یعنی ظلم است. برای همین موالات که این اصل دین من و شما است. هر کسی که میگه که آمنت بالله، ایمان آوردم به الله، اگر ایمانش صادقانه باشد به برادران و خواهران موحد خود مهربان باشد، رحمت آموزد. رحمت از ایمان است. کسی که آمنت بالله میگه اما در حق برادران و خواهران مسلمانش رحمت ندارد، مهربانی ندارد، غلیظ است، بد است، ظلم میکند، تجاوز میکند، فریب میکند، نیرنگ میکند، یعنی ظلم و تجاوز از هر جانب میکند، آمنت باللهش مشکلی دارد. این انسان نفاق دارد، انسانی که خائن است، انسانی که غلیظ است، انسانی که مهربانی به برادر موحد، مهربانی به خواهر موحد ندارد، پروای کسی دیگر را نمیکند، فقط خودش فکر میکند. این انسان غلیظ گفته میشد. انسان غلیظ ایمانش ضعیف است. غلیظ نباشید. اما حدیث صحیح دیگری که حالا میگوییم امام بخاری روایت کردند در صحیح بخاری با رقم 3010، ابو داود در سننشون با رقم 2677، احمد در مسند، از حدیث ابو هریره رضی الله عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. الله سبحانه و تعالی تعجب کرد از قومی که به جنت برده می شوند با سلاسل، این سلسله به سلسله. محل شاهد از این حدیث کجا هست؟ عجب ربنا، صفتی اثبات صفتی تعجب به الله سبحانه و تعالی. یعنی ایمان باید داشته باشی که الله سبحانه و تعالی تعجب میکند، صفت عجب دارد، الله تعجب میکند. و البته در قرآن سوره صافات آیه 12 رو نظر بکنید. امروز قرائت حفص که ما میخونیم، قرائتی که ما در بین ما معلوم است و مشهور است، از 7 نمود قرائت اجماعی یا 14 نمود قرائت، یک نمود قرائت در بین ما معلوم است و مشهور است، قرائت حفص میگیم که در اینجا ما چخیل میخونیم. سوره صافات رو ما میخونیم بل عجبت و یسخرون. اما قرائتی 7 گانه دیگری که ما میگیم متواتر است،
7 قرائتی که به متواتر 7 نمود قرائت به متواتر روایت است، ثابت است. در همین درون 7 قرائت یک نمود قرائتی دیگر است که بل عجبت و یسخرون میگد. عجبت گفته صفت عجب را الله به خودش نسبت میده در قرآن هم. پس صفت عجب به الله العجب به الله سبحانه و تعالی ثابت است. در اساس سوره قرآن صافات آیه 12 در قرائتی از درون 7 گانه یکی از قرائت بل عجبت و این چنین در اساس احادیث خیلی زیاد و یکی از اینها که امام بخاری روایت کردن صحیح. عجب ربنا، الله عجب میکند از قومی که سلسله به سلسله یا به سلاسل به جنت یقادون در ورده میشن. اما خوب دقت بدید در همین بالای عجب به بالای شما شبهه را اهل کلام، اهل بدعت، اهل خرافات می آرد و شما را می خواهد گمراه بکند. زیرا اهل لغه وقتی که درباره عجب صحبت میکنند، عجب عادتا مردم خبر دارند که عجب از یک چیزی نامعلوم، یک چیز رو نمیدانستی، بعد از اینکه به وجود آمد تعجب میکنی. عجبی که از جهل به وجود آمده. فکر میکنن که عجب در حق الله هم از جهل گویا آیا ممکن است؟ اعوذ بالله. عجبی که الله دارد، تعجبی که الله میکنه، عجبی که الله میکند، صفت عجبی که الله دارد از جهل به وجود نمیاد، این کفر است. برای همین ما دو نمودی عجب داریم. عجبی که از جهل است که این عجب را عادتا بله انسان ها و جن ها دارند. من و شما این چنین عجب میگیم، هر روز حیران میشویم. ما حیران شدم میگیم، تعجب کردم میگیم، عجبم اومد میگید. یعنی شما یک چیز رو، یک عمل رو توقع داشتید، انتظار یک چیز بودید، اما از انتظار شده شما دیگر چیز به وجود آمد، چیزی بهتر و افضلتری که شما در حیرت ماندید، یا عملی خیر یا عملی بد، یا یک حادثه بدی به وجود آمد که تعجب کردید و موندید، نمیدونستید، از سبب ندونستن تعجب کردید. این صفت عجبی که انسان دارد. اما عجبی که الله دارد، الله با خبر است. الله تقدیر انسان ها رو که نوشت. پیش از زمین و آسمان رو خلق کردن 50,000 سال پیش از خلق کردن زمین انسان، یعنی هزارها و هزارها سال پیش از خلق کردن انسان، الله سبحانه و تعالی تقدیر من شما رو نوشت. یعنی همه حادثه‌ای که میداند میشود میداند از زندگی من شما. الله علم دارد. کسی میگه که الله در یگان جای علم ندارد یا نمیفهمد یا جاهل است یا نفهمید، مطلق این چنین عقیده کفر است و صاحبش یک بار کافر است، اصل دینش میشکند. با مانند رافضه و اصل دینش در مسئله جهل به الله جهل نسبت دادن. اعوذ بالله من ذلك. کافر شدند، رافضه و کفرند از اینجا. اما عجبی که در حق الله هست، الله میداند اما تعجب میکند از همون انسانی که همون عمل انجام داد، یا عملی بده یا عملی خوبه. بارک الله فیکم. در حدیث دیگری آمده است که میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند عجب ربنا من قنوط عباده و قرب غیره و قرب البته و قرب غیره ينظر الیکم ازلین قانطین. در اینجا هم حدیث ثابت میکند که الله سبحانه و تعالی عجب کرد از ناامیدی بندگانش. البته اینجا حدیث هم حدیثی صحیح است و به یگان شک ثابت است. اما خوب مسئله را خوب دقت بدید که در مسئله عجب ما دو عجب داریم. عجبی که انسان تعجب میکند از جهتی نداشتن علم، از جهتی حاصل نکردن یک معلومات، از جهت جهل. این عجب در حق بنده است. در حق الله عجبی که در اساس جهل است، ثابت کردن این کفر اکبر است. عجب دوم، عجبی که در بالای یک
مخلوق الله سبحانه و تعالی میکند در اساس یگون عملی او، در اساس یگون عملی او. این رو میگن المتعجب، المتعجب منه، المتعجب منه. متعجب منه یعنی انسانی که یگون عملی رو یا یک حالتی رو انجام داد، الله عجب میکند بر او. بارک الله فیکم. مقصد چیست؟ مقصد این است که الله صفت عجب دارد. خودی الله به خودش ثابت کرده، رسول الله در یک چند حدیث ثابت کرده و این عجب از جهت کمال است، نه از جهت نقص است. اما عجبی که با جهل است این نقص است و این به الله سبحانه و تعالی نسبت دادنش کفر است و درست نیست. آمنت بالله وقتی که گفتیم ایمان بیاوریم به صبر الله، صبری که الله سبحانه و تعالی در حق مشرکین، در حق دشنام دهندگانش صبر میکند. یکی از نامهای الله معلوم است که من شما میدونیم از 99 نام این است، الصبور، صبر کننده. شیخ الاسلام رحمه الله گفتند صبر الله عز وجل على الذين يدعون له ولدا. صبر الله در حق کسانی که دعوا میکنند که الله فرزند دارد. الله گفتند که الله فرزند دارد، اما الله صبر کرد. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. حدیث رو امام بخاری روایت میکنه. ابو موسی رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یگان نفر، یگان کسی، هیچ کسی صبر کننده تر از الله نیست. هیچ کسی صبر کننده تر بر اذیت که میشنود از الله نیست. به عباره عادی‌تر بگیم اذیتی که می آید، اذیتی که می شنود، هیچ کس به این اذیت شنیده اش صابرتر از الله نیست. از همه ذاتی که، شخصی که صبر کننده ترین است که شب و روز اذیت رو می شنود، یعنی دشنام رو می شنود، در حقش تحقیر رو می شنود، لیکن صبر می کند. یعنی چی؟ یدعون له الولد، دعوا میکنند که الله فرزند دارد. فرزند دارد گفتن الله این دشنام کردن الله است، تحقیر کردن الله است، رد کردن الله است سبحانه و تعالی والعیاذ بالله. اما الله صبر میکند و اینها به عافیت میدهد. یعنی عافیت چی؟ یعافیهم یعنی تنی صحت. بعد از این با میبینی که تنش صحت است و یرزقهم، باز میبینی که الله به او رزق داده است. برای چی؟ برای اینکه الله سبحانه و تعالی خیلی هم صبر کننده است. و در این حدیث اثبات است، اثبات بزرگی صبر الله سبحانه و تعالی به خطاها و به کفرهای بندش. و نام الله معلوم است که الصبور است و صبر الله خیلی هم بزرگ است. بنده هم صبر دارد و یکی از صفتهای بهترین بنده صبر است. اما صبر بنده عاجز، صبرش حدود معلوم معین خود دارد. ببینید هر کسی که تحقیر میکند کسی رو، هر کسی که دشنام میکند کسی رو، الله سبحانه و تعالی میداند که بنده صبر ندارد، جزای مثلم به مثل رو اجازه داده. اما خودی الله سبحانه و تعالی رو ببینید چقدر صبور است. اگر الله سبحانه و تعالی هر یکی این مشرکین رو به شرکشون اگر جزا بدهد، در این روی دنیا کم عده انسان ها میمانند که از شرک و کفر پاک باشند و در این دنیا زندگی بکنند. باور بکنید انسان های پاک، انسان های موحد، انسان های یکتاپرست، انسان هایی که الله اونها را دوست دارد، انسان هایی که در حقیقت آمنت بالله گفته است و ایمانش حقیقی است، کم است، خیلی کم است. ولا یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثرشون به الله ایمان نآوردند مگر اینکه اونها چی هستند؟ مشرک هستند. اکثر اینها به الله ایمان نمی آورند مگر اینکه با شرک، به یک قسم ایمان آورده باشند به قسم دیگری شرک. الله المستعان.
الله المستعان. پس با همین برادرای عزیزم این حلقه رو به پایان میرسونیم و در حلقه آینده باز یک چند صفت هایی که دانستن ما ضرور است به شما بیان میکنیم ان شاء الله سبحانه و تعالی.